میزان تراش روی لامینیت‌های سرامیکی و ونیرهای کامپوزیت چه مقدار هست؟ سوالیه که خیلی از مراجعه کنندگان از ما میپرسن و نگران این میزان تراش هستن. در ونیرهای کامپوزیتی که میزان تراش بسیار جزئی در حد آماده سازی سطح دندون برای بهتر چسبیدن و باند شدن ماده کامپوزیت روی سطح دندون هست، مگر در جاهایی که مقداری بیرون زدگی دندانی وجود داشته باشه. اما در لامینیت‌های سرامیکی به دلیل اینکه باید یه فضایی برای نشستن لامینیت سرامیکی فراهم بشه، مقداری تراش روی دندون‌ها انجام میشه که میزان اون بستگی به شرایط دهن و دندان بیمار داره. در بیمارانی که دندان‌های بیرون زده دارن ممکنه که این مقدار تراش بیشتر باشه و در کسایی که دندان‌های داخل‌تر دارن یا فاصله‌های بین دندانی دارن ممکنه میزان تراش بسیار ناچیز در حد نیم میلیمتر یا کمتر باشه. همچنین در افرادی که پوسیدگی‌های بین دندانی دارن یا پرکردگی‌های قدیمی بین دندانی دارن ممکنه که این تراش بین دندان‌ها هم در بر بگیره و مقداری از فضای بین دندونیشون تراش بخوره، برای اینکه بعداً لامینیت سرامیکی اطراف دندون‌ها و بین دندون‌ها هم پر بکنه و باعث بهبود زیبایی و همچنین حفاظت دندون‌ها بشه. اما وقتی که قراره یک ماده از نظر بیولوژیکی و ساختاری مشابه مینای دندون روی دندون‌ها قرار بگیره که میتونه ونیر کامپوزیتی باشه یا سرامیک باشه، دیگه نگران تراش روی مینا نباشید، چون اون ماده اگر به صورت اصولی کار بشه تمام اون خواصی که مینا داره یا در واقع اون ساختاری که مینا باید داشته باشه برای دندون فراهم میکنه.